سلام خدمت مخاطبان مانیتوران. داخل خودروی پژو 207 هستیم. اندروید باکس رو به ضبطش متصل کردیم. این اندروید باکس رو قبلا تو ویدیو قبلی به خودروی تیگو 7 آی متصل کرده بودیم. الان آوردیم داخل خودروی پژو 207 با زدن این اندروید باکس به ضبط اپل کار پلی و اندروید اوتو به صورت 20 فعال میشه. الان من گوشی آیفون بهش متصل کردم به صورت 20 و اینکه میتونید با زدن گزینه کار وارد خود فضای اندروید باکس بشید و نرم افزارهایی که روش نصب کردید و اینجا ببینید. تلویزیون رو ما روش نصب کردیم، نشان بازار و واتساپ. حالا توی نشان هم بریم. خودش جی پی اس داره، رم 4 و حافظه 64، رم 8 و رم حافظه 128ش موجوده که میتونید از وبسایت خریداری بکنید. حالا میریم روی خودروی KMC X5 این رو نصب بکنیم.